این نون میندازم برای این حیوونا ماهیا، اول برای سلامتی مادرم. والا دمش گرم، یه نانی انداخت تو کار خیر و اولا بری مادرش دعا کنی. درود بر شرفت. آفرین. همین که ببین سلامتی مادر از همه چی برات مهمتره، یعنی تو بردی مسیر درست. بعد برای سلامتی کل کره زمین و صلح و آرامش. همه کس میگم یه ذری توقعت او یه دانه نان بربری که انداختی تو او دریاچه با بزرگی زیاد نیست. سلامتی کل کره زمین و صلح و آرامش. سلامتی بود که صلح و آرامش مرد حساب یارو جنگ را میندازه، میلیون ها دلار هزینه میکنه، با یه بربری میخواد بندازه. حلش ان شاء الله هر کی دای هر چی داره به همه برسه. ان شاء الله بنز بی ام و هم بخریم ما. داداش تو دیگه یه زحمتی بکش کار خیر و اینا نکن، چون جهان هستی تو یه تنه فلج میکنی بابا. داش میدانی برو تو دریا تک تک مایا رو بگیر از خب یه برای سرشان بیار، خرابشان بکن، بگو چون بهتون نان دادم. یعنی منت سر دریا گذاشتی. هر روز برو کنار دریا به تک تکشان گوشت گذاشتی. سر بشریت منت گذاشتی، سر تمام موجودات آدم هستی، سر طبیعت منت گذاشتی. نان بربری اینا بهشون تجاوز بکن. ان شاء الله عروسی دوقلوم. همین کس رفتی پیش دعا نویسی تلسم کاری کسی که بهت گفتن نان بربری یک ربناس تو آب تمام خواستهای زندگی میرسی، چون هیچ جوره با عقل این خواسته هایی که تو داری جور در نمیاد. این خواسته های تو با یه دانه نان بربری حل نمیشه. یه حداقل 50 میلیارد سرمایه لازم داره با یه دانه نان نمیشه. دیگه چه میخوای؟ دیگه بگو، بازم بگو. تو که دیگه تو کار خیر انجام دادی، تو که ببین آدم بشریت نجات دادی، بگو جانم بگو.